آخرین پنالتی با شرکت انزو دکارو، میرکو پترینی، لورنزو مانونی، مانوئل لاباته، پریمو رجیانی. و فلیک آندراسی، رودولفو کورساتو. کارگردان سرجیو مارتینو. در آخرین دقایق یک مسابقه بسیار زیبا و دیدنی هستیم و به جرئت میشه گفت این تیم لومبارداست که با به نمایش گذاشتن یک بازی زیبا در برابر تیمی قدرتمند و بسیار معروف این مسابقه رو جذاب کرد. این بازی همچنان ادامه داره، هرچند احساس خستگی رو میشه در چهره تعدادی از بازیکنان آشکارا مشاهده کرد. به هر حال تیم سیاه و سفید سعی در حفظ توپ داره و میخواد به نتیجه مساوی برسه. اما بچه‌های کرسی هنوز هم توانایی به ثمر رسوندن گل برتری و جبران دو فرصت طلایی از دست داده توسط روبن رو دارد. برو روبن، برو! هم زیادی اونو نگه می‌داره و به همین دلیل هم از دستش میده. مورلی حرکت میکنه. ظاهراً برای روبن اتفاقی افتاده. روبن نقش بر زمین میشه. بازی متوقف شده. هنوز مشخص نیست که آیا بازیکن جنجالی تیم لومباردا در اثر برخورد شدید با بازیکن تیم حریف روی زمین افتاده یا نه. اما به نظر کسی نخورد. من بهش نخوردم آقای داور. نگران نباش، خودم دیدم خودش افتاد. عجله کنید. با هم بلندش کنیم. خیلی آروم. خیلی آروم. باشه، آفرین. برانکارد همراه با صدای تشویق تماشاچیان به سمت خارج زمین برده میشه تا پزشکان کمک‌های اولیه رو روی روبن انجام بدن. امیدواریم هرچه زودتر حالش خوب بشه. اکسیژن. عجله کن، اکسیژن بده. سریعتر. بجنب. خوبه. بیارش. بذار اینجا. روشو بپوش. چی شده؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ نمیتونه ادامه بده. یکی دیگه جاش بذارین. ممکنه سوء هاضمه باشه. مارکو، خودتو گرم کن. تو جاش میری. مارکو جاش میره. برو مارکو. اصلا نترس. بجون پسر، شایدم گل بزنی. من که تو دروازه نیستم. معذرت میکنم. بهتره یه بازیکن خط میانه رو بفرستید. چقدر وقت داریم؟ 4 دقیقه. به غیر از وقت تلف شد. داور یه تعویض ده. جناح راستشون خوب پوشش نمیدن. سرعت داشته باشیم میتونیم مستقیم تا دم دروازه‌شون بریم. شماره 10 خارج میشه، شماره 20 بچه رو بفرسته تو. مثل که آره. من چرا قیافتو این شکلی کردی ها؟ فقط باید با توپ بازی کنی. مطمئن باش میتونی. برو. مارکو اینو ببند دست چپت سمت قلبت. برو تو سمت راستشو پوشش بده. کرسی مارکو پسرشو که گفته میشه بازی خوبی هم داره به جای روبن وارد زمین میکنه. اولین بارته نه بچه؟ اولین آخرین بار. مارکو خیلی سریع بازی تیکش میکنه. راست حرکت میکنه. حریفش رو دریبل میکنه و میره جلو. کرسی قصد حمله داره. مارکو 1-2 میکنه، وارد محوطه جریمه میشه، خودش میره جلو. کرسی و مارکو! تو موفق شدی! موفق شدی! آره! روبن چطوره؟ بهتره، خیلی بهتره. خیلی متشکرم. مربی، بله؟ نمیخوایم به پسرتون مارکو در اولین روز حضورش در لیگ بازی‌های سری آ چرا قبل از هر چیز بهش تبریک میگم. واقعا گل زیبایی بود. از روبن چه خبر؟ آره روبن چی شد؟ مثل اینکه دکتر مسلی معاینش کرد، گفت حالش خیلی بهتره. تو سالن کنفرانس مطبوعاتی میبینمتون. چه خبرتونه؟ مگه مسابقه رو بردین؟
خیلی خوب. عالی بود بچه‌ها. آفرین به شما. آفرین آفرین آفرین. تبریک میگم، کارتون فوق‌العاده بود. تبریک میگم. تبریک. آفرین آفرین. هیچ وقت تحصیل شخصیت‌های حقوقی رو جدی نگیر، چون زیاد نمیشه رو حرفاشون حساب کرد. اینو نگاه کنید. در رابطه با ماست؟ روزنامه فرداست. بخونید. دارم میخونم. ظهور یک پدیده. بچه‌ها با عکس هم هست. با عکس هم هست. اینجا رو نگاه کن مارکو. بعد از سپری شدن 85 دقیقه سخت و طاقت فرسا به نظر میرسید مسابقه با نتیجه مساوی تمام خواهد شد. اما تو همان دقایق پایانی جوانی وارد زمین شد که بازی اولش بود. این جوان کسی جز مارکو کورسی نیست که 17 سال بیشتر ندارد. از مجالاتش پیداست که میتواند تاریخ رو عوض کند. بله. آفرین. رول داشتی کار را. بذارین برن بخوابن بچه‌ها. پدر میتونم این دستبند رو نگه دارم؟ البته حتما. برای تو شانس می‌آورد؟ خب نه اونقدر که تبدیل به یه پدیده بشم، اما شاید در مورد تو بهتر عمل کنه. به نظر من این دفعه که زیادم بد نشد، مگه نه؟ روز خیلی خوبی بود. آره. راستی آقای پدیده، سه‌شنبه صبح تو زمین میبینمت ها؟ یادت باشه هفته دیگه مسابقات شروع میشه. میگم پدر میشه فردا مدرسه نرم؟ مارکو منو درگیر این مسائل نکن، باشه در این مورد با مادرت صحبت کن، تو با اون زندگی میکنی، بنابراین آره میدونم، آخه خیلی خستم، شبا 3 ساعت میخوابم. اگه تو بهش بگی شاید قبول کنه. اگه من بهش بگم بدتره، خیلی هم بدتر، مطمئن باش. حالا برو. خداحافظ. ماما نمیدونی چه گلی زدم، نگاه کن. آفرین پسرم. بذار برات تعریف کنم چه جوری گل زدم. راستی ماما فردا اگه نرم مدرسه عیبی داره؟ برای چی نتونی بری؟ با پدر در این مورد صحبت کردم. پدرت باید با من صحبت کنه. حالا برو بخواب. برو دیگه. با این قوطی گلی رو که دیروز زدی نشون بده، زود باش. سلام. سلام. اکلیه خونه است؟ بله. میرم ببینمش. روز بخیر. کارلو، چقدر خوشحال شدم. سلام اکلیه. سلام. حالت چطوره؟ خوبم. دیشب شهردارم اومده بود رستورانتون، داشت برنامه ورزشی رو نگاه میکرد. گویا میخواد یکی از میدونای اینجا رو به اسم تو بکنه. واقعا؟ دختر خالت کلارا که دیگه چیزی نمونده گریهش در بیاد. دیگه دارین اغراق میکنین ها؟ تو جنگ که پیروز نشدم. به هر حال پیروزی بزرگیه. خوشحالم که هر چند وقت یه بار هنوزم یادم من خیلی دوست داشتم بیام ببینمت. راستی ببونم از تیم محبوب من چه خبر؟ از وقتی تو رفتی اصلا خوب نیست. اگه بخواد همینجوری پیش بره مطمئنم به رده‌های پایین‌تر سقوط میکنه. اکلیه دیدن تو با این روحیه برام خیلی مشکله. تو خودت به من یاد دادی که آدم نباید به این سادگی تسلیم بشه. راستش دیگه خسته شدم کارلوی عزیز. البته پیرم شدم. حالا دیگه وقتی میخوام برای بچه‌ها قصه بگم، از اون موقع‌هایی میگم که کارلو کورسی هدایت تیم ستاره رو به عهده داشت و تونست به رده دوم صعود کنه. دوران خوبی بود. بعدش هم البته اینم فراموش نکنی که من تو رو کشف کردم. نه، تو خیلی بیشتر از اینا برای من زحمت کشیدی. من هیچ وقت زحمات تو فراموش نمی‌کنم. چرا فراموش میکنی؟ از موقعی که مادرت فوت کرده دیگه سالی یه بار بیشتر نمیبینمت.
چی رو داری میبینی؟ اتفاقی رو که روزی شنبه برای روبن افتاد. برای چی؟ مسئله پیچیده تر از یه سوء هاضمه ساده بوده. نگاه کن مشکلات تنفسی حادی داره. آره ممکنه در اثر فشار زیاد بوده. به هر حال الان دیگه روبن 34 سالشه. در ضمن از اونایی هم هست که توجه زیادی به جدول غذایی نداره. ممکنه. این زیادم برام قانع کننده نیست. میخوام بفهمم واقعا چه اتفاقی افتاده. به هر حال آخر مسابقه دکتر همه آزمایش‌ها رو ازش گرفت. اگه چیزی باشه حتما مشخص میشه. برو استراحت. باید این پیروزی رو جشن بگیریم. آره حق با توه. سلام مارکو. سلام. گل روز یکشنبه حرف نداشت. متشکرم. ما اومدیم. چه عجب. آفرین قهرمان. نکنه رفته بودی یه قرارداد دیگه ببندی. به جام خوشگذرونی تموم شد دیگه. کار جدیه. هی فکر نکن امروز مثل روزهای دیگه است. میخوام خودم شرکت کنم. خیال نکن با گل یه شنبه. نمیتونی کسی رو کنترل کنی. حرفا رو بذاریم برای بعد. بجنبین زودتر، سریعتر بچه‌ها، سریعتر بجنبین. چطوری روبن؟ حالت بهتر شد؟ خوب شدی ها؟ آره. خوبی دیگه. این چه قیافه‌ای به خودت گرفتی؟ بجنب زود باش. اومدین؟ خیلی خوب میسپارمتون به بریری چند تا حرکت کششی انجام بدین. بعدش تو بیا اونجا اینو بپوش. امروز با بازیکنای اصلی بازی میکنی. روبن هنوز حالش خوب نیست. من یه شنبه بازی میکنم؟ فعلا معلوم نیست. حالا ببینیم چی میشه. قبل از رفتن یه چند تا پنالتی برام به آندرا بزن ببینم میتونی گل کنی یا نه. اون تبدیل به یه پدیده واقعی میشه. بهترین کاری که کرسی تو عمرش کرده کار روی اون پسر است. اگه همینجوری بازی کنه تا یه ما دیگه نمیشه روش قیمت گذاشت. باید تا حد امکان جلوشون رو بگیریم، چون اینجوری میتونیم یه چند سال دیگه